پسر دلم گرفته اینه غروب جمعه. کی گفته غروب جمعه باید دلگیر باشه؟ از شنبه تا پنجشنبه جنگ، بدبختی، تورم، روابط، هزار تا مشکل رو تو ذهنمون داریم. اوکیه. من میگم آقا جمعه ها قرار دیوانه باشیم. من شما رو دعوت میکنم به دیوانگی محض. جمعه های حال خوب. من میخوام یه پویش اجتماعی رو استارت بزنم که من و شما جمعه هامون رو بذاریم برای حال خوب. اسمش هم که بهتون گفتم. حالا کاری که قرار انجام بدی خیلی ساده است. با هر وضعیت مالی جمعه ها رو اختصاص بده برای حال خوبت و برو بیرون تفریح کن، با خانواده وقت بگذرون. اگر پول داری برو رستوران، برو گردش، برو کافه، برو اتاق فرار، برو موزه. اگر پول نداری خونه بشین حکم بازی کن، تخته بازی کن، شطرنج بازی کن، منچ بازی کن، اسم فامیل بازی کن و از تمام لحظه‌های شیرین توی جمعه‌های حال خوب فیلم بگیر و برای ما پشتیبانیمون تلگرام ارسال کن. ما استوری میکنیم و این فرهنگ رو با هم دیگه من و شما میسازیم. بس